برو جاده مخصوص کرج، مرکز خرید و فروش حیوانات. حیوانات؟ بله. چرا کفتر مفتر میخوای بخری؟ حالا چه مادی میخوای؟ زنگی، کبرا، افی، پیتون، شافتار، آبی، برقدار، افی زنجانی، افی گابونی، افی مژگانی، افی خالدار. جعفری ببین ما اومدیم اینجا ما رو آزاد کنیم بره. بیا بابا جان بیا برو. با مهندس پرتویی هماهنگ کردیم کل پوندا رو 10% زیر قیمت برمیداره، جاش بیت کوین میزنه تو کیف پولت. خلاص. امشب اینجا تو این بیابونی 2 نفر یه بنده خدایی به نام شهاب مفیدی رو خرید کردن، میخوان به قتل برسوننش. وظیفه شما 2 نفر اینه که اون بنده خدا رو نجات بدین، با خودتون ورش دارین ببرینش و تمام. شما جون منو نجات دادین، من هر کاری بگی براتون میکنم. این یک خبری رو راجع به قیمت ارز یا بیت کوین این باید نشتش بده، زمانش هم ما خودمون بهش اعلام میکنیم. اصلا این پرتابی نکبت حرف زدی ببینیم ماجرای افت بیت کوین چیه یا نه؟ یه مشکلی پیش اومده باید حتما گوش زد کنم. MRI بیمار مشکل داره. آقا بفهم بیرون سر عمل هستیم. آقا من برم که تر میزنه به سر این بدبخت. صفایی اگه قرار بود بیاد تا الان اومده بود. بچه درست میگفت، قطعا به هیپوکامپوس مغز آسیب میرسید. برو سراغ رنج داختی خونه منو چوب میزنین ها؟ 2 تا بادیگارد میخوام. 2 نفر اون تو هستن، منصور سعید دست و رضا تازم که ما میخوایم اونها یک جایی نرن اینجا دستگیر بشن. مسابقه این شد آدمات نیومدن که. من خود تو قهوه خونه دعوا مرافع گرفتم، بردنشون کلانتری. فکر نمی‌کنم امشب بتونم. باید به سارقین کمک کنیم تا در اون لحظه، اون ثانیه و اون ساعت سرقت به سادگی اتفاق بیفته. بله. غذای نظری آوردیم، فسنجون خوشمزه. خدا سگارو نامه دارم، نامه رو بدم خدمت شما، یکی داده من بدم بهش. آقا ما برای چی رفتیم گند زدیم به عروسی به هم زدیم؟ داوود جان دلیل آمدن ما به اینجا این بود که عروس خانم فردا به جای ماه عسل برگردی دفتر کاری. ببین من فرودگاه راسخی رو برات ردیف کردم، میری دبی، از دبی هم مستقیم میری کانادا، فقط باید الان بری. یه آدرسی من به شما میدم، میشون چند تا کارگر برمی‌داره میره به اون آدرس، جاده رو جوری میکنه که غیر قابل رفت آمد باشه. تمام. ببین اگه بدونی دکتر کجاست به ما نگی. دکتر میره کانادا، شما میری الا یک ماشینی قرار از اونجا رد بشه به پلاک 55 میم 565. ماشین که از اونجا تاروندن جاده رو به حالت اول برمیگردونن که خلق خدا آزار نبینن. تمام. اون بنده خدا که ببینی زار داره اشک میریزه، مهرداد میری فرزند مهرنگیز که قرار راهی برزخ بشه. یه جای زخم رو بازوی راستته که کار بابات بوده، فقط تو میدونی، مامان و بابا، درسته؟
دارین چیکار میکنی؟ چرا جاده رو بستی؟ یه لحظه آقا ایزه بده همونجا سب کن. پلاک 55 میم 565. حاجی چه چیزایی میدونه؟ واقعا راست دنگ نصف نیمه میگم واسه چی جاده رو کندی؟ درست صحبت کن، جاده در دست تعمیر است. کارگران مشغول کارن. برو ببینم. برو صد ببر. بیشور نفهم میگم نباید اینجا رو میکندیم، عجله داریم ما. میذارم مادرتو به عذاب میشونم ها. من خودم وحشی حالمم. بچه‌ها مادرشو ازش بشونید. سگینه. لعنت بهتون. یه روز پر میکنی، یه روز میه خالی میکنی. برو. بری سر کار کن. بری سر کار سری پرش کنی. بری ببینم. سری کارا رو پر کنی. اول کار. اول ایمنی. احیای خون. زندگی. پر کنی سری. شانس رو میبینی. عهد همین امروز باید برین اینجا رو بکنن تعمیر کنن. آقا اشکالی نداره. ببین الان یه مسیر پیدا کردم، 20 دقیقه دیرتر میرسیم، ولی یه جوری هماهنگ میکنیم تا برسیم هواپیما آماده بشه. بیا. نرفته دلم واسه اینجا تنگ شده سالار. سین آب و خاک. قربونت برم آقا، اینقدر عاشق این مملکت و آب و خاک و این چیزاشی. عقلت نمیرسه که کجای دنیا اینجا میشه؟ کجای دنیا میتونی یه دکمه‌تو بیشتر ببندی یه عالمه لفت و لیست کنی؟ هیچ جا واقعا. کجای دنیا میتونی با ظاهرسازی جیبتو پر پول کنی؟ کجا ها؟ هیچ جا آقا، هیچ جا واقعا. کجای دنیا میشه سالی یه دونه زن گرفت؟ واقعا تو این شرایط به فکر زن گرفتنی؟ مرض جدی دارم صحبت میکنم. آقا هیچ جای دنیا این ایران نمیشه. هیچ جا. فقط ایران میتونه راه به راه زن بگیری، اون زنها رو بدبخت کنی. راه تو برو. ای بابا شما هیچ وقت هیچ جاتون نمیخوره؟ نه؟ مریض پریزم که نمیشه؟ نه. سرطان، تنگ کلیه، تکرر رو هیچ. چه اصراری داری حالا الان؟ خب پس چرا به ما میگن اشرف مخلوقات؟ بابا حق داشتیم ما سجده نکردیم. ما کردیم، اون ابلیس نکرد. ما حق داشتیم. آدم اشرف مخلوقات، بالاخره شما داشته هایی دارید که ما نه. بذار من یه سوال از تو بپرسم. آره. ببین تو به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟ آره. یعنی لاله رو که دیدی در همون نگاه اول اصلا واقعا همون. یک چیزی برای من سواله. در اون لحظه‌ای که نگاه در هم گره میخوره چه اتفاقی میفته؟ چه حسی به تو دست داد؟ منم یه سوالی همیشه برام هست، چند وقته بپرسم ازت ناراحت نمیشه. بپرس، راحت باش، با هم صمیمی هستیم. تو عسل دوست داری؟ این که دم دروازه وای میسه خوشگله. آره؟ اولا ایشون همکار بنده است. دوما تو محیط کار زشته. سوما نه ایشون عاطفه و احساس داره نه بنده که در هم گره بخوره. بابا اصلا اسمش میاد برافروخته میشی. اون تلفن رو در بیار، اون تلفن رو در بیار زنگ بزن. تلفن رو در بیار زنگ بزن. اینجوری حس میشه دیگه. به کی زنگ بزن؟ به یکی که حتی فکرش هم نمیتونی بکنی. اصلا؟ اوکی شد؟ بله کاپتان، 50 تا بهش میزنم. پرش کن قشنگ. بله چشم پرش. چی شدن اینا؟ زنگ زدی بهشون؟ آره تماس گرفتم، مثل این که جاده فری رو کندن رفتن از یه جاده دیگه بیان. به خاطر همین یه ذره دیر شد. فکر کنم یه 10 دقیقه دیگه برسن. آره. این کمک خلبان هم گلاب روتون معده‌اش به هم خورده رفته دستشویی. مطمئن چی حالش خوبه؟ نه خیال راحت. کمک اصال به من ندی. نه یه قرص بهش دادم، حالش خوب. من برم ببینم چه خبر. بله. آقا سلام عرض شد. بله بفرمایید. داوود سعیدی هستم. شما آقای مرداد میری؟ بله بفرمایید. خیلی خوشبختم. قربان اگه خاطرتون باشه من بیمارستان خدمت رسیدم برای فوت مادرتون. اونجا چیز مادرتون بودم، پیام رسان مادرتون بودم. سلام حاج آقا. چاکرین. قربونتون برم، شما خوبی؟ بله بله. مبینا خانم خوب هستن؟ حاج آقا قربونتون برم من. مامان دوباره برای من پیام داده؟ بله بله. ایشون اولا
جای بسیار خوب برزخ هستن، سلام رسوندن خدمت شما. گفتن نکات ایمنی رو رعایت کنین و یادتون باشه مثلا شبا دهنتون رو بشورین و مثلا مسواک بزنین. آخ قربونش برم، من از اون دنیا نگران مسواک زدن منه. خب به هر حال مسواک زدن خیلی مهمه دیگه، مثلا برای خلبانا. بله درست میگی. نه یه پیام دیگه هم داشتن، پیام مهمه اینه که گفتن که حواستون باشه که نپرین. اتفاقا الان داشتم میپریدم. اصلا از کجا فهمیدی من دارم میپرم؟ اوه خیلی خوب، پس همین الان خاموش کن، ترمز دستی رو بکش بپر پایین. یه چاله آبا چیزی نیست. نه اصلا چاله آبا مهم نیست، 10 بارم میخوای بپری بپر، فقط هواپیما نباید پرواز کنه. نمیتونم، هماهنگ شده، مسافر دارم. آقا داری که داری، این هواپیما اگه بپره. ببین تر زدی اولا تو زندگی خودت، دوما زندگی مادرت تو برزخ مشکل دار میشه، به مشکل میخوره. پس حواست باشه. ببین اگه اون هواپیما بپره تو برزخ درجاتو میکنن تو داوود تو حلقش، میخوام بگم مشکل نداره که. ببین درجاتو میکنن توی حلقت. باشه چشم، شما میگین نمیپرم. آره حواست باشه. چشم. تمام. سلام جناب دکتر. سلام. خیلی خوش آمدی. من داوودی کیا هستم، مسئول پرواز. تشریف بیارید دفتر، من یه پذیرایی مختصر برای شما نه دیگه مزاحم شما نمیشیم، داریم میریم دبی. آخه اونجا شیخا شطور برگون کردن، نهار دیگه میریم پیش اونا. به چقدر عالی. ولی جناب دکتر محاله بذارم همینجوری تشریف ببرید. جناب رئیس بنده دستور دادن که تمام و کمال از حضرت عالی من پذیرایی کنم. عزیز جان گیر نده. من تا حداقل یه چای شما رو مهمان نکنم ولکنتون نیستم. مرتی کیخه، من به تو زنگ زدم میگم مامورا پشت به پشت نفس به نفس دنبال ما رو بگیرن قپونی بکنن تو جعبه، بعد چای تعارف میکنی. سالار جان. آره سالار جان این مامورا رو که گفتن سوء تفاهم شده حل میشه دیگه. بین جناح سیاسی این چیزا پیش میاد دیگه، مسئله نیست. از قدیم هم گفتن جناح‌های سیاسی دعوا کنن ابلهان باور کنن. هواپیما ما دست دیگه. بله آماده پروازن. جناب دکتر چیز کیک هم هست. مرتی کیخه. اسمت چی بود؟ من داوودی کیا. اسمت چی بود؟ سروش. آقا سروش، جناب دکتر چی گفتن؟ گفتن پرواز آماده است، برو ببین یا نه. چقدر دیگه آماده میشه؟ مشکل فنی داره، این موتور چکش روشن شده، نمیدونم چیکار باید بکنیم. یعنی چی مشکل فنی داره؟ اینا میگن مامورا دارن میان. بابا بگو مهندس پرواز بیاد دیگه، دارم میگم موتور چکش روشن شده. حالا یه کاریش بکن. این بی شرف، تو با کی بستی؟ خفشو زر نزن. ببین من وحشیم، اگر این هواپیما نپره جنازتو میندازم همینجا. اینجا رو نگاه کنیم ارور داده. بگین مهندس پرواز بیاد که بتونید قشنگ مطمئن این ارور داده؟ اون کجا رفت؟ اون چشه؟ اون کجا؟ خدا موتورش روغن ریزی داشته رفتش. سالار بیا برو بی پدر مادری پیدا کن، بیا موتور این درست کنه، با مامورا میرسن. یه دقیقه آروم باش، خودم درستش آروم جناب دکتر میخوای شما تشریف یه قهوه میل کنید تو؟ بابا زر نزن. مگه بهت نگفت که برو یه مهندس پرواز بیار؟ گفت یا نگفت؟ بله. اسمت چی بود؟ من داوودی کیا. اسمت چی بود؟ سروش. بدو. این بود هواپیما قرار بود دارم میبری، این بود. نه تو اینو قرار بود من بیاری، با این قرار برم دبی. آروم باش. چی آروم باش؟ یه دقیقه آروم باش. جت رونالدو من شوری اینو برام داری میاری. باشه یه دقیقه آروم باش. آقا ماشین چند تا شم داره؟ 4 تا. این 8 تا شم داره. چی؟ ماشین چند تا کاربرات داره؟ یه دونه. این 2 تا داره. آقا خیالت راحت باشه، اینا ایمنه تا دبی. برم تو دبی، این که تا دبی من نمیبره که. ببین اینو ببین، این هم من پول بهت دادم، اینو نمیتونی بیاری. این دراز نیست؟ یعنی بزرگ نیست؟ اینو بیار. چی کار داری میکنی؟ من آب زیاد خوردم،
دستشویی کنم سریع اومدم. عاقلان دانه. در جریان جنگ ژاپن و امریکا، ژاپنی ها این ماده رو به خلبان های خودشون میدادن تا اونها دچار هیجانات بیشتر بشن و به سمت ناوهای آمریکایی یورش ببرن. کدوم ماده رو؟ همون که الان روی فایل ریختی، فندک زیرش گرفتی و قصد مصرف کردنشو داری. منو میبینی؟ من تو رو نبینم، کائنات که میبینه. ببین عجل جانم عزیزم، ما الان وسط مأموریتیم. من میگم اگه فکر کنم یه مقدار از این بزنم برای تمرکزم بهتر نیست؟ انتخاب با خودته، ولی عواقبش رو هم بپذیر. بابا عواقب چیه شما میگین؟ عواقب اگه شما عواقب میدونی این چه نقشی بچگانیه کشیدین؟ اصلا چه ربطی داره به الگوریتم ما؟ میبینی یه انگار آدم به شعور کائنات شک میکنه. شما نمیخواد به چیزی شک بکنی. بذار الان من بیام عواقب مصرف کردن تو از نای دو انگشت به شما نشون بدم. جانم اینجا پشت سر. خودو بیا. اینجا چیکار میکنی؟ خود بیا نگاه کن. چیه؟ لای دو انگشت من نگاه کن، عواقب مصرف خودت. نه نمیخواد، رفیق آشنا زیاد دارم، دیدم چجوری میشه. بنداز بره. فندکه. اونم بنداز. دستم دست دادم. یک لحظه تو رو ول میکنم، معلوم نیست کجا میری. ارورش چیز مهمی نیست. اگه یه ساعت بهم زمان بدین راش میندازم. زده به سرتون؟ جناب دکتر الان باید بپرن. آقا سروش بپر یه هواپیما دیگه بردار بیار. بدو. آماده پرواز فقط همین یه دونه رو داریم. میخوای شما تشریف برید دفتر یه پذیرایی بشید؟ بابا زر نزن. ببین یا این هواپیما الان میپره یا جنازه تک تکتون رو سوراخ شده پرپر شده تحویل خانواده هاتون میدن. شما اگه ایزه بدین تمرکز کنه فکر کنم 55 دقیقه هم بتونه آمادش کنه. آقا 55 چیه؟ اجازه بده من تمرکز کنم، نهایت 50 دقیقه موتور روشن تحویل میدم. خوبه؟ مهندس من عجله دارم، این همه مدت نمیتونم اینجا واسم. شما غیر از تمرکز توکلم بکنید، بلکه خدا خواست 5 دقیقه 10 دقیقه هم رفته. بجم آقا، بجم کارت انجام بده، بجم. جناب دکتر میوه بیارم براتون. چه حرفی میزنی؟ نمی‌بینی دیوونه است؟ سر به سرش نذاشتی. خیلی اسکله. ولش کن بابا. بیا اینجا بشی. بیا اینجا. بیا. کجا؟ بیا اینجا بشی. راحت. اینجا؟ آره دیگه بیا استراحت کن. اینجا باش بشینم. الان به کاپیتان ماجرا چیه؟ چرا گفتی مشکل داره؟ هواپیما سالمه که. سالمه؟ آره بابا مشکلی نداره که. بابا چه جوری بگم؟ بیا جلو. ببین خودمون باشه. روح مامانم بهم پیام داده نپرم اینا رو. مردی که خر نفهم طرف نزدیک بود بکشمون، اون وقت این دلیلت روح مادرت. گوش کن. یه یارو هست. این چیکار داره میکنه؟ یه یارویه، یه حاج آقای محترمیه. این با روح مامانم در ارتباطه، گفته نپر. اینا نشونه است دیگه، به نظرم هم نباید بپر. دیوونه‌ای به خدا تو. چی میگی؟ نه به خدا. چیکار داری میکنی؟ خیلی دیوونه است. آقا تو رو خدا ببخشید، من معذرت میخوام، عصبی نشی تو رو خدا. من دیدم شما تعارفی هستین، جناب دکتر تعارفی هستن، گفتم اینو بذارم اینجا. دوست داشتید بخورین، دوست هم نداشتین نخورین. باش دست در من نکنه. عذرخواهی میکنم. برو با اجازهت. بابا این چقدر پرروه. اشتباه کردم سالار. چرا؟ طمع کردم. اگه به همون مختصر اختلاس چند میلیون دلاری سالیانه اکتفا کرده بودم که وضعم این نبود. واقعا زنامو داشتم، احتراممو داشتم، یا باریکه‌ای هم بود دیگه. لعنت بر باعث بانیش. واقعا لعنت بر باعث بانیش. الدنگ یکی از باعث بانیش خود تو بودی یا؟ آقا لعنت بر من میگم فیروز جون بیا فرار کنیم، خودم برات یه راه حل جدید پیدا میکنم. آقا پاشو بریم. الان دیگه نمیشه، دیره. من پولا رو پسشون بدم. چی؟ باید پسشون بدم. همه پولا رو باید پس بدم. تقصیر مقصیر رو همه رو بندازم گردن اون نیمه شبابی گور به گور شده.
آقا فیروز این همه بدبختی کشیدیم، این همه آدم کشتم من، بعد میخوای میلیون پوندو بدی بره؟ چیکار کنم؟ تو بس که عقلت نمیرسه ها. پولا رو باید پس بدم دیگه، وگرنه پس دادم کارم ساخته است. یعنی واقعا فکرات کردی؟ پس شدم دیگه، هم حرف اضافه نزن. پس شدم همه پولا رو پس شد. باش. ما که خونه‌زاد شماییم. چشم، هر چی شما بگید. بکوبینه اینجوری نه. بابی سریع آفرین تمیز باریکلا محکم. آفرین بریم کنار آقا، بریم سر مامورا اومدن، بریم کنار باتا، بریم کنار. نیمه خسته نباش آقا. بفرمایید تموم شد. همین چرا جواب بفرمایید که پیلت کنه کی برمیاره؟ من شما هم عجب آدم این دفعه میام. بذار ببینم. آقا سروش، بله جناب دکتر دارن استراحت میکنن. هواپیما رو تعمیر کنید و بعد پرواز کنید. منم الان یه مأموریت دارم که باید برم. آقا آبمیوت رو نخوردی، اگه دوست نداری 3 سوت برای سیمرغ بزنم. تو چرا اینقدر زر میزنی؟ ببخشید غلط کردم ببخشید. مثلا خودت برو دنبال کارت. آی فیروز رنجبر. سلام، شما فرستادن؟ شما خلبان جدیدی ها. بس هواپیما درست شد، قرار پرواز کنیم ها. سالار این همراه من ندیدی؟ شما کاپشن مشکیه ندیدینش میومدی؟ آی فیروز رنجبر جانم. فرزند ماه رخ، شما آماده پرواز ابدی باشید. شما مردی. جان؟ مردی. دیوونه این بس که شما یکی دیوونه. آقای سروش این از تو دیوونه تر، به اینو جمعش کن. رنجبر آب میره خوشمزه بود؟ منم؟ اون جسمته؟ این روحته. آخه من که 2 دقیقه پیش اینجا نشسته بودم سوالم که چی شو یه هایی؟ برای همه انقدر سریع اتفاق میفته، باور نکردنی. آقا من الان وقت رفتنم نیست، به خدا من کلی کار دارم. باور کن یه عالمه آدم منتظر من اونور. تمام زنام گلنگ پا اونجا واسه منتظر. یکی دوتا هم نیستن و خیلی هن. یه بساطتی بکن برای ما. جون من آدم خوبی ام. باور کن تمام واجباتم همه رو انجام دادم. حضرت حق به همه شما 2 تا گوش داده، ولی خودتونو میزنین به کریم. فیروز جان، هر چقدر گنده تر بشی فقط خون بیشتری ازت میره. حق الناس رو پرداخت کردی؟ پول اون کارگرای بدبخت رو بهشون دادی؟ پول مردم دادی؟ کاری نکردم بابا، یه سفره‌ای بود همه دورش نشسته بودیم دیگه، کاری نکردم. حالا شما یه وساطتی بکن، من اصلا غلط کردم. یه غلطی بکن، یه وساطتی شما بکن حل شه دیگه. خیلی زود یه دروازه به سمت برزخ برات باز میشه، همکار من میاد تو رو تا اونجا با خودش میبره. تو فرصت اندکی که داری دستورالعمل‌های پس از مرگ رو خوب مطالعه کن که اونور به چه کند. دستورالعمل چیه بابا؟ ول کن، الان وقت مردن نیست. آقا یه کاری بکن نرو. من غلط کردم بابا، خودت یه غلطی کردی. یه وساطتی بکن. من آقا خدا من غلط کردم. خدایا من ببخش. خدایا ببخش. سالار من چیکار خدا تو منو ببخش فقط. شاوی توی چه کار میکنی؟ به عشقم فیروز رنجبر، مردی؟ شاوی یه کاری کن منو نبرن. اگه میتونستم یه کاری برای خودم بکردم از این حالت پرانتزی در بیام. یادت استوار بودم؟ چه شکلی شدی تو؟ شاوی دیگه اینجا اینجوریه دیگه. چه خبره اون برها؟ چه جوریه؟ عشق و حال. بیا. راستی میگن هوری موری هم هست؟ هوری هم هست؟ آره بیا دیگه. البته اولش سربه داغا. سرب برای چی دیگه؟ ایشی برای مقدمات هوری و ایناست. میگم تو چرا بس این شکل خواهش میکنم. چش سلام عرض کردم خانم. سلام. این اصلا هوریاست خودش. چشم درمیش کن اینجا گشت شدش. جدی ها. بلند هست ماشاءالله. خب دیگه آقای رنجبر. جانم. سکوت.
چشم هرچی شما بگی. بفرمایید. بریم واقعا. در خود شکستنم بود، شب بیرحم رفتن تو، شب از پا شستنم بود، شب بی تو. الو صفته تریلیا رو هماهنگ کردی؟ آره خودمم. مجوزا رو گرفتی؟ ببین ترمر نزنی یا نه فردا بارگیری میکنی. حواسم از سالار، نگران نباش. آره باشه نه قربانت. خداحافظ. یادو شوخی دارم. با شوخی کردم نسبت. قد پایین. قد بکش پایین. بابا خوبه دیگه پایین ترم سلطان. تنت میخوره؟ نه بابا چی تنم میخوره؟ این اکبرت فکر کنم امروز حالش خوب نیست. یه حالی بهش بدید. نه بابا چی حالی بدی؟ آقا ولم کن. ولم کن. تو خبر دارم واسه. ولش کن. دست منو بکن. بابا یه خبر واسه دارم بفهمی کف میکنی. بنال ببینم چیه؟ در مورد این سکه ها. رفتم تحتوشو در آوردم، تو هر سوراخی بگی رفتم گشتم ماجراشو فهمیدم. بنالن؟ از گردنتو ببالم. بابا این سکه ها سرقتی دزدیه. کل بار واسه یه اسماعیلی نامی بوده. پارسال 2-3 تاشو فروخته، بعد اسکل بقیه‌شو ول کرده. دست آقا رو بگیر به ما. تا این دستشو به ما. بتا. آقا این حرومزاده ها دزدن. بگو میخوام چیکار کنیم؟ میتونیم کل سکه ها رو ازشون بگیریم، یک قرون هم بهشون ندیم. خب به هر حال دوست که به دوست بزنه میشه شادوست. دوما دوست باباته. اولا ماشو بده ببینم. نوکرتم. بابا این ماچو میذاشتی اولش دیگه. عاشق اول و آخر و سوم و همه چی با هم به والله. خب آقا برنامه چیه؟ چیکار کنیم؟ برنامه که مال برنامه کودکه. اون که شاده. نخند. اگر دین دارن زیاد سر صدا میکنن یکیشونو میدیم لاکار، بقیه هم خلاص. ایول عاشق این لاکار دادنم. آقا بزنیم قدش. ایول آقا بزن کف قشنگه رو. بزن به افتخار کفتن خواه. باشه لوکیشن رو بفرست، ما تا 4-5 اونجاییم دیگه. آره فقط یه چیزی ببین، قیمت همونه، میایمونه دبه نمی کنی. باشه. آخه احمق، مگه ما داریم میریم شکار گنجه، تو دیر که من آوردی؟ وای پلخمون آورده با خودش. خدا آخه شما به من اصله ندید، اونجا پر از خلافکاره. من چجوری از شما دفاع کنم؟ باید با این بزنمشون یا نه؟ اینقدر زر نزن، اینقدر نفوس بد نزن. هی بگو درگیری تا یه اتفاقی پیش بیاد. آقا جون شما اینو فیلم قاچاقچی‌ها ندیدی؟ خلافکارا ندیدی؟ تیربانونمون میکنن، خونبارش میشیم. این خوبه خودت داری میگی فیلم آینه جامعه است. آقا آینه جامعه است؟ چرا آینه عبرت تو نشده تا الان؟ آخه از این نویسه انگلیسی داره، خبر مرگم نمیتونم بخونم. بذار من یه آقا چیکار می‌کنی؟ حرف نزن. ساکت. اون حیوان بنده خدا رو رها کن بره. موتور رو آماده کردی؟ برای چی؟ حالا اون رو ول کن. آماده ای برای مأموریت بعدی؟ به سلامتی. چی هست؟ زنگ بزن به غلام. زنگ بزنم چی بگه؟ شما زنگو بزن من بهت میگم. تو ماه آسمونی در شب تارم وقتی که شب زیاد من تو دارم تو دست دارم لاکه میای میچه حتی گلیاست گنچه سو دلیاد لگه ایناست ببین چه زیباست
الو غلام چه خبره اونجا؟ نه داری با بچه ها میکنی. بگو صداشو کم کن. صداشو کم کن بابا، مأموریت داری. آقا اون موسیقی رو کمش کن. اون موسیقی رو کمش کن. اون موسیقی رو کمش کن. کمش کن لامت شم. کمش کن دیگه. الو جانم داوود جان. آقا چی بگم؟ بگو زنگ بزنه اینجا رو به پلیس لو بده. ببین واساس چی؟ اینجا رو به پلیس لو بده. یه لحظه گوشی اینجا رو به پلیس لو بده. بله اینجا رو به پلیس لو بده. من اینجا هر جا باشی. بابا این چه الگوریتم کثافتی آخه. بابا اگه میخوای من خدایم میخوای منو بکش راحتم کن دیگه. گوه خوردم. بابا چه خبر اینجا؟ یعنی چی من زنگ بزنم پلیس که چی؟ الو بگو داوود. ببین غلام ببخشید یه باید زنگ بزنی پلیس لو بدی. پلیس چی؟ عجل میگه باید زنگ بزنی پلیس جای مواد لو بدی. الان من زنگ بزنم به پلیس سوله مواد لو بدم. خب من داوود نگیری که حتی خودت منو لو میدی. یعنی خودت باعث میشی که یعنی تو یه چک بزنی تو گوشت منو لو میدی. بابا من اینجام روانی. آخه چرا؟ مگه آزار داره؟ چه میدونم بابا اینجا نشسته لم نده تو قایقای نمیدونم الگوریتم چیه بگیم پدر ما رو در برده. تو خفه شو. ساکتین بابا زن تو بهت دادم دیگه. نه من نگاه بالا به پایین نداشتم. آره خب ایشون باید مأموریتشو انجام بده دیگه. بله بنده داخل قایقه. ولی چه فرقی میکنه داخل قایق بیرون قایق؟ من دارم کارم انجام. باز گیر. بله چشم میام بیرون. عینکم برمی‌دارم. بله. به اون همه جا لعنت، به ذره مرض لعنت داوود. آها من نمیدونم چه غلطی داری میکنی. باشه من زنگ میزنم به پلیس. آره دیگه میگه زنگ بزنین پلیس. همه خل شدن. داوود به همه جا لعنت. باشه تمام. چرا کی منو هول داد؟ کی منو هول داد؟ خودت افتادی. کی؟ تو هول دادی منو؟ نه خودت افتادی. بلش کن آقا بزن. یوسف جان میگم شرمنده‌ام. این مدت خیلی اذیتت کردم. واقعا شرمنده‌ام. انشالله این معامله به خوبی و خوشی تمام بشه، از شر ما راحت بشی دیگه، ریخت ما رو هم نمیبینی. انشالله. آقا محمود شما چش مایی، سرور مایی، سینه سوخته ای. قربانت. زندون همبند بودیم، نون و نمک همو خوردیم، ولی این پسرتو عشق قشنگش دیوونم کردن. هر شب به خدا دارم کابوسشون رو میبینم، از خواب میپرم. تو بی خود میخوری خواب زن منو میبینی؟ همین کابوس دارم میبینم. همین خفه خون بگیر. توالت دارم این بغل توالت نداره. وای خدا کل پارکای تهرون رو من برای تو نگه داشتم. خب توالت دارم اون بغل هست. بغل اون پارک نگه دار برخواه. اونجا هست. غلطی کردم تو رو با خودم آوردم. چه اشتباهی کردم؟ خب خودت منو زاییدی آقا جون. خفه شو. چشم. بله چشم میام بیرون. داوود قشنگم سریع برو موتور از اون پایین بردار ببر بذار درب پشتی. بله آقا چرا اینقدر ریز میگیدی و کلی بگین تموم شه بره دیگه، مشکلی پیش میاد. ریزشو دارم بهت میگم اذیت میشی. وای با حالی که من بخوام کلی به شما بگم. دیوونه شدیم آخه بابا. اون از مارت، اون نمیدونم از عروسی زیر پل کتک خوردن. خدای ما رو بکش راحتمون کن، به خدا خسته شدیم دیگه. چه؟ این چی بود؟ عقاب بود؟ بله همین فضله عقاب رو میبینی؟ یه حکمتی داره. شانس ما چه حکمتی داره دیگه؟ اصلا من به تو میگم اون ساقه‌ای که تو پارک به غلام مواد فروخت تو پارک دستگیر شد، مأمورش ارتقا گرفت. باور کن. آقا اون درب پایین که موتور رو پارک کردی ماشین رو کنارش دیدی؟ آره. ماشین سرقتیه، پلیس برسه اینجا ماشین بنده خدا رو اصلا مار
ها این ماره چیه قضیه؟ شما اگر مار رو نمیخریدی 2 دقیقه بعد از شما یه نفر اون مار رو میخرید میبرد مینداخت توی آکواریوم. ما اونو نجاتش دادیم. تمام الان مار داره در طبیعت زیست میکنه، ازدواج کرده، بچه دار شده. شما خودت جزئی از الگوریتم دیگران هستی. چرا سعدی میگه بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش اینا رو واقعی میگی دیگه نه؟ آره خیلی باحاله. برو سری موتور رو جابجا کن، من به تو یک جایزه میدم. نوکرت. ما رفتیم. میوه بهشتی. نترس بابا نترس. یه سوال داشتم، میخواستم ببینم شما توی این یابو چی دید که این همه دارید وقت و الگوریتم خرجش میکنید؟ عقب مانده کائناتی. خداوند به همه بنده هاش توجه داره، هر کسی به اندازه امتحان خودش. آخه میدونی من الگوریتم رو دیدم خیلی خفنه، این خنگول از پسش بر نمیاد. کوری چشم تو کوردل از پسش بر میاد. ببین من خیلی وقت ندارم ولی یه کمی بذار برای سخت‌ترش کنم. اگه برادر زنشم میمرد انقدر میافتاد دنبال الگوریتم. اسکل کائناتی. قمپوز هلکی نیا، کاری نکن با این میوه بهشتی جوری بزنم که فکت بیاد پایین. برو حیا کن، شرم کن. تو رو چجوری بکشم، تو رو چجوری بکشم، تو رو چجوری بکشم. جالت بکش، شرم کن، بی حیا. منو به ماست بذارم. داوود قشنگم. بله آقا. موتور رو آماده کردی؟ بله آقا. ما از این لحظه به بعد دقیقاً درست بگو این ادعا چیه؟ تو هی جدیدن داری دست رو من بگو چی میخوای بگی؟ ما 1 ساعت و 40 دقیقه بیشتر وقت نداری. تا چی وقت نداری؟ تا کشتی شدن برادر زنت. مرگ چی؟ مرگ چی نه کی؟ برادر زنت. امین؟ قبلا اسمش مثل که سیاوش بوده تو شناسنامه، بعد رفته کرده امین. نمیفهمم یعنی چی حرکتو؟ امین باید بمیره؟ بله باید بمیره. میگم قبلا اسمش سیاوش بوده رفته کرده. هر زهر ماری بوده. برای چی باید بمیره؟ خب هر انسانی یه روزی به دنیا میاد، یه روزی هم دنیا میره. بابا دیوونمون کردی تو. من میگم مرگ امین چه ربطی داره به پلیس، مواد مخدر، بین الگوریتم لعنتی؟ داوود قشنگم ما فرصت نداریم، زمان نداریم. خب چی کار باید بکنیم نمیره؟ خدا قولاب به اونها سر موقع زنگ زدی یا بریم تا بدیم. کجا؟ الو 110 قربان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده غلام هستم قربان. میخواستم تماس بگیرم خدمتون که یک باغ پر از مواد مخدر رو خدمتون لو بدم. بله 2 نفرم اونجا بودن قربان. 1 عدد انسان، 1 عدد هم یک عدد انسان بودن. 1 عدد فقط من انسان اونجا رویت کردم. جان؟ از کجا فهمیدم که اونا مواد مخدرن؟ بله سوال خوبی فرمودید. من دیدم قربان. من دیدم یک سری پک ها رو تناپیش، یعنی دورش تناب پیچیده بودن و رو هر کدوم از این پک ها اسم موادهای مختلف رو نوشته. مثلا نوشته پک اول مواد مخدر تریاک محصول درجه که کشور دوست و همسایه افغانستان، یا مثلا مواد مخدر شیشه، یا مثلا مواد مخدر بنگ و قص الهازا. بله آدرس مرحوم بفرمایید. شهریار، میدان مهیار، باغ کبوتر. خواهش میکنم.
خدا نگهدارت. چی شد چرا وایسادی؟ بیا اینجا کارت دارم. جانم. خوب به این نقشه دقت کن. اینجا رو می‌بینی؟ بله. یک سوله است، درسته؟ آره. شما باید سوار موتورت بشی، فرار کنی، پلیس دنبال راه بیفته، قبل از ساعت 5 برسی به سوله. امین اینجاست. امین همینجاست. ما کجاییم؟ ما دقیقاً اینجا هستیم. خب خیلی دوره بابا، یه اسنپی چیزی میگرفتی. اسنپ چیه؟ شما باید با موتور فرار کنی، پلیس تعقیبت بکنه، قبل از ساعت 5 برسی به اینجا. خب بیا بریم بابا. نمیتونستیم زنگ بزنیم بگیم آقا بیاین داره میکشن این امینو. آقا ما میخوایم با یه تیر تو نشون بزنیم. چی؟ هم امین رو نجات بدیم، هم یه معامله‌ای داره اونجا انجام میشه، اون رو نو بدیم. خدا لعنتت کنه امین، خودتو چپوندی تو الگوریتم من. داشت وزش توپه، هلیکوپتر میام با یه بوگاتی کوپه، هلیکوپتر وزم کویته، قصدم دونیته، 8 حبیبتی تو پنته، چند تا پشت در تو ویته، بیاین تو. بچه‌ها خوب گوش کنیم، امشب اونقدر پول داریم که حد و حساب نداره. واقعا پول؟ آره. پولدار میشی؟ پول؟ آره. آقا این طبیعی باش امین. پول میداری پول. محمود اینو کنترل کن. باشه پول داریم. وای امین جان. وای خفه شو، خدا رو شکر. نه عقل داری نه شو. عوضش پول داریم، دلار داریم آقا جون. پول داریم پول. آقا جون پول داریم. آقا یه ذره تو زندگی طبیعی رفتار کن امین. طبیعی هم دیگه. نمیبینی طبیعی هم؟ امین جانم. ساکت باش. چشم. ساکت میشم. بچه تو آب رو نگاه کنید. احتمالا تو استخر بسازی کردم مواد رو. بچه دقیق نگاه کنید. موتور اونجا. من نگفتم حرکت نمی کنی ها. باشه دور بره داشته باشید. سریع دور بره. برو سوار شو. تو هم سوار شو. ببین میاد یا نه؟ وایس. داوود برو.
یاسر بفرمایید. آقا از در پشتی فرار کرد. در موقعیت باشید، الان نیروهای کمکی اعزام میشن. بچه‌ها سریع برید. شما سریع برید. برید سریع. سعید سعید دوره برم داشته باشید. شما نباشید.